1985 بود. گفتم شوروی فرو خواهد ریخت، تجزیه خواهد شد، حزب کمونیست میره به زباله تاریخ. حتی استاد فرعی هم خندید. ولی بازیای جهانی خنده نداره. بازیای جهانی رو شما باید یک به یک هر حرکتی رو 100 بار شاهد باشید، هر گامبی رو، هر واریانتی رو 100 بار باید تکرار کنید، هر مقاله رو باید 100 بار مطالعه کنید تا لابلای خطوط رو ببینید، اگر نه امکان نداره. ما متوجه نشدیم، یک بار قربانی شدیم، چرا که قرار بود نظام نوین جهانی بیاد. حالا هم قراره یک نظام نوین جهانی بیاد. در اینجا به کجا خواهیم رسید؟ هنوز پاسخش نیازی نیست بدیم. اما تینا آریا پرسیده که شما در برنامه ها 2 بار گفتید کتمان کردن ما ایرانی ها. دقیقا ما حتی در خانوادهمون فکرمون، اندیشه هامون رو کتمان میکنیم. در جامعه، در بحث‌های سیاسی من کتمان نمی کنم. من از روز اول همین گونه حرف زدم. چرا؟ من طرفدار کسی نیستم. من دیوار تاریخ رو میخونم، همین. نه این کتاب نه اون کتاب آسمانی برای من اهمیت داره. وقتی میگم آسمانی یعنی همین کتاب هایی که ایدئولوگ ها میذارن زیر بغلشون شب باش میخوابن. من مطالعه میکنم. من درباره موج نوع سینمای فرانسه هم مطالعه میکنم. اهل سینما نیستم. در سینمای آوانگارد ایتالیا هم مطالعه میکنم. چرا پازولینی کشته شد؟ قضیه آلدومورو بریگاردا چی بود؟ باید مطالعه کرد. آنتونیو نگری چی بود؟ چرا آنتونیو نگری یک روز رئیس بریگاردهای پدر معنوی تروریستای بریگارد سرخ بود، بعد ناگهان یک کتاب میاد در آمریکا پرفروش میشه؟ چرا؟ حالا هم یک کتاب در اومده به نام کاپیتال به جای کتاب کاپیتال آقای مارکس. بخونید. و بعد همیشه من به بچه‌هایی که در فیسبوک هستن اشاره کردم و گفتم کتمان نکنید. هر اندیشه‌ای دارید اول فکر کنید، مطالعه کنید و ابراز بدید. اگر نه ما دوباره قربانی خواهیم شد.